بیسکویت. حتی برای منم خوشمزه است، چه برسه به سگم. عرض سلام به دلار 100,000 تومانی. با این وضعیت دیگه نمیشه تشویقی با کیفیت خرید. پس بیا بریم خودمون درست کنیم. یه دونه سیب زمینی آبپز شده. لهش کن. دیگه چی میخوایم؟ یک دونه فیله آبپز شده. همه رو با هم له کن. یه دونه قلب کامنت کن تا یه تشویق دیگه یادت بدم. مرحله بعد لایک یادت نره. زینیفر کاغذ روغنی. وقتش آستین بالا بزنی. قلقلیشون کن. این پست میلیونی بشه، طرز تهیه کیک تولد هاپویی رو براتون پست میکنم. پس سری شیر کن، بفرست برای دوستات. لایک، سیو، کامنت. بودو. حالا لهشون کن. به مدت نیم ساعت با 180 درجه و به مدت نیم ساعت دیگه با دمای 70 درجه با در باز میذاریمشون داخل آون. جولای فر. زمان بدید تا خنک بشه. توی ظرف دربسته توی یخچال تا 1 هفته میمونه. اگر میخوای طولانی مدت نگهش داری حواست باشه چربی و رطوبت باعث خراب شدن این بیسکویت هم میشه. خوشمزه است، حتی خودت هم میتونی بخوری. برد خوشمزه با هزینه کمتر از 20,000 تومان. برای ثبت نام دوره‌های آموزشی تخصصی و پانسیون خصوصی کوچولوتون از طریق شماره پیج با ما در ارتباط باشید. حتما فالو کن، کلی چیز یاد بگیرید. برای دوستات بفرست لطفاً.